سلام دوستان عزیز، لطیف مهربان هستم. دوستان امروز شما رو من نشان میدم که چگونه میتونیم ما شما با یوتیوب، فیسبوک، از طریق دیگه سوشال نتورکینگ سایت ها ما شما پول به دست بیاریم. اولین گپ قضیه است که ما شما فعلا میتونیم از طریق می صفحات اجتماعی که ما شما داریم یا از می شبکه های اجتماعی پول به دست آورده میتونیم. هیچ مشکل نداره و این طریقه درست است. بسیاری مردم امروز با کار میکنن و از این طریق بسیار پول زیاد به دست میارن. خب دوستا، آپشن ها یا گزینه های زیاد هستن برای ما شما که چه قسم ما شما پول بریم. ما شما میتونیم با فیسبوک هم پول به دست بریم از طریق فیسبوک. از طریق از این یک شبکه اجتماعی دیگه است که به نام اینکم آن است. از طریق از این میتونیم ما شما پول به دست بیاریم. از طریق خود یوتیوب هم میتونیم ما شما پول به دست بیاریم. از طریق این یک وبسایت جدید است که این به از طریق این میتونیم کمپاین کنیم و پول به دست بیاریم به نام پید ادورد هست. و دیگه از طریق ادفلای میتونیم ما شما پول به دست بیاریم. از طریق دیلی موشن هم میتونیم ما شما پول به دست بیاریم. خب قسمی که من گفتم دوستا، طریقه بسیار زیاد است که چگونه ما شما پول به دست بیاریم. فقط چی است، یک کم زحمت میخواه، یک کم کار میخواه. باید ما شما یک کم زحمت بکشیم و یک کم کار کنیم. خب دیگه دوستا، حالا با شما ایره واضح تر تشریح میکنم که چگونه میتونیم پول به دست بیاریم. اول از فیسبوک شروع میکنیم. در فیسبوک دوستا، اگر شما میخواین که پول به دست بیارین، باید که شما خوب پیج قوی داشته باشین. به خاطر که پیج قوی داشته باشین با شما میتونین که اگر شما باز یک وبسایت داشته باشین، به خاطر که از طریق وبسایت بسیار با آسانی شما پول به دست میتونین آورده. و این براتون ما باز نشان میدم تا اینده که چگونه شما با وبسایتتان پول به دست بیارین یا وبسایتتان چه قسم مانیتایز کنین که شما دو اعلان یا اشتهار بگیرین از کمپانیا و بره باز با فرض کنید ترافیک با پیدا کنین، یعنی کسای نفرای به امو اشتهار یا اعلان از وارد ببینن تا به شما مو کمپانی پول بده. قسمی که شما رو اول گفتم، شما گفتم باید یک پیج قوی داشته باشن. فرض کنید این پیج از افغانستان می پیشن، یکی هستن که ادسنس که یک بخش از گوگل است که او میتونید اونجا شما دوستا اگر وبسایت داشته باشین یا از طریق چینل یوتیوبتان چی کنین که تازه پارتنرشیپ کنین یا شراکت و کار کنین برش باز میتونین شما امو پول خود به دست بیارین. قسمی که شما این وبسایت میبینین اینه، این پیج میبینین وبسایت داره خود به نام کابل پیشن. اینه سر از ما شما کلیک میکنیم، یک دقیقه دوستا تا این لود کنه. خب دوستا، اینجا دیدین که اینجا این صفحه لود کرده از خود. این صفحه ما دوستا، خب اینجا که شما میبینین این کلش، یعنی یک ساک سر شما این کلش دیگه اشتهارات است یا اعلانات است که این فیسبوک با مو کمپانی ادسنس قرارداد کرده و این اشتهارات ازش گرفته و می اشتهارات این قسمی که رو میبینین این خودش اشتهارات است دوستای. این اشتهارات است، این کل گیری کم صاحب می وبسایت یا از کسی که وبسایت هست با او قرارداد کرده و گفته که نه من با شما پارتنرشیپ میکنم، شما با من فیصدی را که اینی چی را اشتهارش ما میبینین دوستا، این که نشان میده این از طریق ادسنس میشه که ادسنس در 100% پارتنرشیپ 55% کمیشن با اون نفر میده. می صاحب از این وبسایت میده، می وبسایت kabelpatient.com که از این میده و 45% امو کمپانی که با خود ادسنس قرارداد میکنه با او با ادسنس میده و 55% به اون نفر که صاحب این وبسایت است و اون میده. یعنی اگر خود کمپانی ادسنس که بخش از گوگل از قسم که شما را گفتم 100% پولی که از این میگیره، از این اشتهارات میگیره، از این 55% پولش هم میده به امی صاحب وبسایت، کسایی که تازه پارتنرشیپ میکنه. قسمی که اینی وبسایت که پارتنرشیپ کرده و 45% باقی مانده را با خود میگیره. خب دوستا، با ادسنس ما شما میتونیم که من باش میاد خود چی ادسنس برم، سایت ادسنس برم. با معذرت دوستا که کم اینترنت ضعیف هسته.
خب دوستان اینترنت کم ضعیف است، من در ویدیو آینده به شما انشالله نشان میتم که شما چگونه میتونین باز با ادسنس برین و با ادسنس پارتنرشیپ کنین شما. و در آینده شما را من نشان خواهم چگونه شما با یوتیوب پول به دست بیارین، با این وبسایت اینکم آن چه قسم پول به دست بیارین. بهترین و پولی که زیاد میته امروز صبح او یوتیوب است که یوتیوب بسیار زیاد پول میته. و اگر شما فرض مثال در روز 1 ساعت با یوتیوب شما کار کنین و در یوتیوب ویدیو اپلود کنین دیگه، انشالله باوری باشین که در آخر ما به شما 300 الا 400 دلار به شما داده میشه. و اگه بیخی زیاد کار کنین تا 1000 تا 1500 تا 2000 دلار شما میتونین به دست بیاورین. به خاطر که یوتیوب مربوط خود گوگل است، نه این یک بخش از گوگل است. قسمی که شما را به حساب ادسنس گفتم، باز اگه شما قسمی که شما را گفتم که شما باید در فیسبوک یک پیج قوی یا گروپ قوی داشته باشین، شما بسیار به طریق آسان میتونین که همین ویدیوهایی که شما دارین در خود یوتیوب او را بتونین شیر کنین، یا لینک همو را شیر کنین با دوستانتان، با کسایی که در فیسبوک شما را فالو میکنه، با وا شیر کنین دیگه. با بسیار آسانی میتونن که را چک کنن. خب دوستان ما چینل نو ساختیم به نام خودم، به نام لطیف مهربان دیگه. انشالله ما شما رو در آینده خودم نشان میتونم که چگونه شما در می گروپ در اکانت یوتیوبتون میتونین ویدیو اپلود کنین و از او استفاده کنین، پول به دست برین. خب دوستان شما به خاطر اینکه ویدیوهای آینده مرم چک کنین، شما به چینل ما سابسکرایب کنین. چینل ما که سابسکرایب کردین انشالله ما شما رو بسیار زیاد طریقا رو نشان میتونم، بسیار زیاد طریقا رو براتون نشان میتونم که شما چگونه میتونین پول به دست بیارین اون در افغانستان انشالله. به خاطر که بانک های ما شما داریم در افغانستان که او پول از ادسنس پول میتونن دریافت کنن، خود افغانستان البته میتونه ما شما پول دریافت کنیم. باز بسیاری سایت ها که امروز صبح دوستا از طریق وسترن یونین که شما خودتان بلد هستین که از طریق پول شما میتونین به خارج امرایی کنین و از خارج در افغانستان هم دریافت کنین. بسیاری شبکه‌های اجتماعی دوستا امروز صبح از طریق وسترن یونین هم باز پول رای میکنه. خب قسمی که من شما را گفتم بهترین و زیاد پولی که میته او از طریق گوگل ادسنس است که گوگل ادسنس انشالله با شما در آینده او را خوب معرفی میسازم که گوگل ادسنس خودش چی است، چگونه کار میکنه و چگونه میتونیم که یک وبسایت با گوگل ادسنس خود لینک کنیم و یا یک چینل یوتیوب خود چگونه با گوگل ادسنس ما شما لینک کنیم و انشالله در افغانستان شما پول به دست بیارین. فقط به خاطر اینکه شما در آینده ویدیوهای مرا ببینین، شما به سابسکرایب میکنین، به چینل ما سابسکرایب میکنین، انشالله در آینده دیگه بعد ما بسیار ویدیو رو به شما اپلود خواهد کردم، بسیار طریقهای نو براتون نشان خواهد دادم که چگونه با شما پول به دست بیارین. دیگه چی که دوستا او به نام ادفلای است. ادفلای هم که بسیار خوب پول میده. ادفلای با فیسبوکتون میتونین که شما لاگین کنین یا خودتون میتونین با اکانت خود لاگین کنین، مشکل نداره. یا خودتون براتون از طریق جیمیل یا یاهو بعد ایمیل کشین از براتون میتونین اکانت جور کنین. درسته؟ ما خوب دوستان و قبلا بچی از طریق فیسبوک خود لاگین شدیم. یعنی قسمی که میبینین دوستا این بسیار خوب سایت است، بسیار زیاد پول میده. این براتون پیسش میتونین فقط هر جایی که یک یوآرل پیدا کردین، یوآرل قسم اینی یوآرل است، درسته؟ یعنی این قسم میگیرین کپی میکنین، کپی کردین اما دوستایی دیگه میپرتین پیست میکنین، فقط شرینک میکنین. شرینک که گفتن دوستایی براتون خودشان امو یعنی یوآرل براتون کشید، فقط یوآرل چی میکنین اینجا کپی میکنین، اینجا کپی کردین در فیسبوک تون میرین، هر پیج هر چیزی که داشتین در اونجا شیر کنین، در اونجا که شیر کردین بازو که هر نفر سرمو یعنی قسمی که سعی کنین اینجا فرض ما اینجا شیر کردیم، اینجا ما شیر کردیم، این فرض کنم شرینک چی ماست زمین که هر نفر اینجا کلیک کنه این که برش باخت شد اینجا این دیگه باز حساب شما پول میاره شما. به خاطر که بازو اشتهار یعنی از آدرس شما نشان میده که از آدرس دادم این نفر شیر شده بود. باز البته شما چه کنین که در اکانت خود اینجا یه دفعه پیست میکنین، یارو اول اینجا پیست میکنین، بازو را شرینک میکنین، بازو یا آدرس میگیرین کپی میکنین. درسته دوستا؟ خب دوستا انشالله که دی ویدیو یک چیز آموخته باشین، فقط کار کنین که در چینل ما سابسکرایب کنین. انشالله ما آینده به شما بسیار زیاد ویدیوهای آموزنده، ویدیوهای بسیار تکنیک‌های کامپیوتر، بسیار تکنیک‌های دیگه چیزا رو براتون نشان میدم، چگونه شما بتونین یک فلش خراب پس جور کنین، بسیاری چیزا رو کامپیوتر چه قسم میتونین مشکلات‌های بسیاری مشکلات‌های کامپیوتر حل کنین و هیچ مشکل انشالله نخواهد که ما به شما نشان ندم. در آینده انشالله براتون نشان میدم و فقط شما کار کنین که به یوتیوب چینل ما سابسکرایب کنین.
انشالله من در خدمتتان هستم. در آینده انشالله با شما بسیار ویدیوهای مزنده دارم و انشالله شما یه دفعه سابسکرایب کنید. براتون نشان میدم که از یوتیوب چه قسم پول به دست بیارین. یوتیوب براتون مکمل تشریح میکنم که چگونه میتونید با پول به دست بیارین و چه قسم میتونید مشکلاتتان حل کنید. تشکر دوستان، انشالله باز میبینیم.